در خصوص ترکیبات آمالگام و نقش اونها همیشه سوال در فرومتریک مطرح میشه. ترکیبات که نوشته شده اما نقش هر کدوم رو به صورت خلاصه حفظ کنیم. ترکیبات آمالگام 3 نقش کروژن، اکسپنشن و استرنج رو میده. کلمه SSC رو به خاطر بسپاریم. S که در واقع بخشیه که بهش استرنج میده توسط سیلور و کاپر تامین میشه. CT و ایزی 2 بخش دیگه ایه که باید تو ذهنمون بسپاریم. پس 3 کلمه شد SSC، CT، ایزی. CT کروژن، تین. ایزی اکسپنشن، زینک. برای کاهش کروژن های کاپر استفاده میکنیم. منظور کاپر 13%.